باورتون میشه همین آره گفتنها در مقابل خواسته های بقیه در صورتی که دلتون میخواسته بهشون نبگین یک عادت مخربه؟ سلام، خوش اومدیم به سومین جلسه از 8 روز 8 عادت کوچیک که شاید خودتون متوجه نشین ولی دارن حالتون رو بدتر میکنن. حتما پیش اومده که به کسی باشه گفتین ولی بعد توی خلوت خودتون هرس خوردین. خب مغز عاشق اینه که دیگران ازت راضی باشن. مطالعات علوم اعصاب نشون دادن که وقتی افراد مرزهای شخصیشون رو نادیده میگیرن، فعالیت کورتکس پیشانی تحت فشار قرار میگیره و باعث فعال شدن سیستم استرس میشه و این میتونه به خستگی ذهنی و کاهش سلامت روان منجر بشه. خوشرویی و راضی نگه داشتن دیگران ممکنه که مؤدبانه به نظر برسه، اما اغلب آرامش ذهنیتون رو قربانی میکنه. مرز گذاشتن یعنی مراقبت از خودت. نگفتن به دیگران یعنی آره گفتن به آرامش خودت. یادت باشه، مرزها دیوار نیستن، پلی هستن به سمت یک زندگی متعادل‌تر.